سلام. خیلی من همیشه از لفظ سلام کردن عزیزان اهل تاجیکستان لذت میبرم. اینکه سلام رو خیلی کامل به صورت سالم اینجوری و خیلی توی کامنت ها به همین شکل برای ما مینویسید. خدمت شما رسیدیم با یه ویدیو دیگه در چنل خودتون. پریسا هستم. سینا هستم. بخوای از اول بریم. خیلی گوینگیم. اشکال نداره کار میزنم. الکی میگم بچه همه رو میزنم. خیلی بلا. خوش اومدید به چنل خودتون قشنگا از کشور تاجیکستان. در این چنل قراره حسابی در کنار هم ببینیم، لذت ببریم، شاد باشیم، موزیک های زیبا، هنرهای شما عزیزان و هر پیشنهادی دارید توی کامنت ها واسمون بنویسید. قطعاً تک تک پیشنهاداتتون دونه دونه ریاکشن میشه و هدف ما اینه که دور هم دیگه دقایقی رو به شادی بگذرونیم. به به. اگر موافقید که بریم یک ویدیوی بسیار موزیکه. نه، قراره بریم یک مصاحبه ببینیم. آره، از ایرانی ها و نظرشون کلا در مورد تاجیکستان. میتونه خیلی جالب و هیجان انگیز باشه. در طول ویدیو با هم دیگه کلی گپ میزنیم. پس بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. لایک ویدیو رو بزنید، چنل سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دمتون گرم. تایتل ویدیو اینه که What do Iranians think about تاجیکستان. قراره بریم ببینیم چی فکر میکنن. دوشنبه و زیبا. اسکناس متعلق به کدوم کشوره؟ این اسکناس شبیه روسی نوشته. نمیدونم. طبیعتاً تاجیکستان. چرا؟ چون گفتید به کشورهایی که طرف خود روسیه، حالا یا اوکراین یا روسیه. اوکراین بعید بودن باشه ولی خب احتمالاً توی کشورهایی باشه که جزء شوروی بودن و الان تجزیه شدن. آذربایجان که نیست. احتمالاً مال همون تاجیکستانی که گفتی. میدونی عکس کیه رو؟ چه خوب بود این تیپ دوستان. خیلی. آره چه ریشی و تاجیکستانه که گفتی. الان باید بریم ببینیم چرا گفته. احتمالاً مال همون تاجیکستانی که گفتی. میدونی عکس کیه رو؟ فردوسیه دیگه. ابو علی سینا، ابن سینا. ایرانیه. سعدیه. عکس روش زکریای رازیه، درسته؟ سعدیه. دکتر بوده. ابو علی سینا بوده. دکتر جونه دکتر. واحد پول سامانی بود دیگه اسم واحد پول تاجیکستان. آره بچه من هنگ کردم برنج رو گاز دبو سوختنی میاد. ولی هستیم در خدمتتون. سعدیه. خوارزمی؟ مولویه. این سعدی نیست. دکتر بوده. ابو علی سینا. به ابن سینا میخوره. پایتختش میدونید کجاست؟ پایتختش بخارا. دوشنبه. تاجیکستان. دوشنبه. دوشنبه است فکر کنم. از تاجیکستان چی میدونی؟ اینا خیلی سرسبزترن، خیلی شادترن. تاجیکستان لباساشون همه رنگیه. چیز خاصی نمیدونم، فقط میدونم قشنگ بود توصیف در مورد خیلی پوشش قشنگ و چون طبیعت واقعیت تاجیکستان. بود دیگه. آره یکی از کشورهایی که خیلی لوکیشن جغرافیایی قشنگی هم داره دیگه. عشق به فرهنگ عشق به و فرهنگ، تمدن ادبیات، و موسیقی. ادبیات و شادی و به تاریخ عشق به میبالند. مردم کشور و خیلی آره واقعا لذت حسودیم بخش. شد بهتون. ایشالله که بیاین بچه ها تاجیکستان. تو اعضاهاشون آبی میپوشن دخترها. مثلا دختری که شوهرش از دست میده آبی میپوشه به جای سیاه. هیچی، فقط میگم که زبونشون مثل ماه. خواننده هاشون خیلی جذابترن. کشور چیزی سرسبزیه اگه اشتباه نکنم. فکر کنم مجبورن که لباس سنتی بپوشن، نمیتونن مثلا مانتو بپوشن یا مجبورن، یعنی به صورت اجبار زنها باید لباس سنتی بپوشن. پوشششونه. اجبار یه داستان دیگه است. فکر نمی‌کنم تا اطلاعاتی که ما از تاجیکستان داریم و بارها ویدیوهای مختلفی رو هم دیدیم شما بیشتر دیدید. آره اصلا اجباری وجود نداره. این علاقه است. علاقه به پوشش حفظ سنته. چیز دارن دیگه، اختیاری دارن. یعنی خیلی از دخترام دیدیم که با شلوار جین و تیشرتن. آره یعنی اینجوری نیست که الزام باشه حتما پوشش چون هست. حجابه. خب دوستمون خب تو ایرانه. نیست. زمانی که شما تفکرت بر اساس اجبار شکل گرفته نسبت به پوشش فکر می‌کنی که ممکنه بقیه جام همون شکلی باشن. اشتباهه. زبانمون تا حدی مشترکه، یعنی زبان تاجیکا خیلی سوال سختی می‌پرسی. چون هیچی بلد نیستی.
فرهنگ هامون هم تا زبانی. حدودی جشنها احساس میکنم که یکی باشه. تاجیکستان خب علاوه تاریخی می‌خوایم حساب کنیم، خیلی وقت ما قلمرومون تاجیکستان جزو قلمروی ایران حساب می‌شد. یعنی دقیقاً نمی‌دونم از کی جدا شد، ولی تا خیلی زمان زیادی ما تاجیک‌ها یک ملت بود، یک کشور بودیم. و خب همین باعث خیلی از زمینه‌های فرهنگیمون و تاریخیمون و ادبیمون و فکر کنم زبانشون حتی فارسیشون فارسی یا نزدیک زبانشون تا که من در جریانم. حالا اشتراکاتی که داریم فکر کنم اونا هم نوروز جشن میگیرن. تاریخشون هم حالا نمیدونم، فکر کنم اونا هم شمسی باشن، اگر چون بر اساسی که نوروز رو جشن میگیرن احتمالاً هم شمسی باشن. واحد پولشون میدونی چیه؟ نه. واحدشون نه. دینشون میدونی چیه؟ دین تاجیکا مسلمونن؟ فکر کنم دینشون آزاده، یعنی هر کس مثل هند میتونه دین خودش رو داشته باشه. فکر کنم مسلمان باشن. احتمالاً اسلام سنی باید باشن. البته مسیح هم داره. تاجیک تا الان نزدیکی؟ نه ایدا. چرا کمن توی ایران؟ فکر کنم چون ایران هم چون همسایه هستیم، مرز نداره. خب هم مرز نداریم باهاشون و فکر کنم اکثرا چون تاجیکستان کشوری نفت. خیلی سوال خوبی ولی هست. آره سوالا خیلی خوبه ولی اصلا عین گزارش شهری نیست، عین بازجویی میمونه. آره خیلی جدی میپرسه ازش. ولی واقعا برای خودم هم جالبه، سالها توی ایران بالاخره زندگی کردیم و هیچ وقت عزیزان اهل تاجیکستان رو ندیدیم. اینقدر عاشق فرهنگ و هنرن، مثلا یا در شاید شیراز فارسی ما صحبت میکنن آدم متوجه نمیشه. آره شاید مثلا فکر کردیم مثلا لهجه‌ای دارن. آفرین. ممکنه. میاید ایران بچه‌ها؟ حافظ، سعدی که وضع اقتصادی خوبی داشته باشه تا چه مثلا اکثرا به روسیه میرن برای کار و درآمد خوب بود داریم اطلاعاتش. حالیمونی هستن بعضی قشنگ فارسی صحبت میکنن. آره تاجیکن. ببین هر چیزی که خواستی ببینی کی داریم کی نداریم اینا تو اصفهانن. اگه بگی ارمنی داریم اصفهانه، اگه بگی گرجستانی داریم اینا تو اصفهان. تاجیکن باور کن تو همون اصفهانه. تو تا حالا یه تاجیکی از نزدیک دیدی؟ من نه. چرا کم داریم توی ایران تاجیکی؟ در حالی که زبونمون یکیه و احتمالاً باید زیادتر باشن توی ایران. خب فکر میکنم که شرایطش شاید واسهشون تو کشور خودشون مساعدتره تا بخوان بیان تو ایران. چرا ما ایرانی‌ها تاجیکستانی‌ها رو کم میشناسیم؟ همون چون رفت و مثلا نه ایرانی‌ها میرن به تاجیکستان دلیلی دارن برن چون شباهت زیاده، نه اونا میان اینجا. تاجیکا من خواننده هاشون چند تاشو میشناسم. میدونه نازیه کرامت الله میخونه میگه ناز کنم کم کمک عشوه کنم یک دمک. بارکلا. بعد اون یکی مثلا گروه دارن مردم میگن ناز بکن نازیه هر چی که خواهی بکن. مگو که مرا گذاری بر خدا سپاری. خیلی کم خوبه. گذاشت کاش ازش. بیشتر گذاشته بود از آهنگ. خیلی خوب بود اطلاعاتش. ببینید ما مثلا کسانی بودن که کم و بیش بعضی از خواننده‌های اهل تاجیکستان رو میشناسن. بله. آره در ایران هم اینجوری نیست. سریا جان رو که من از حالا اینا خیلی رندوم انتخاب شدن. شما فکر کن بین 90 میلیون ایرانی حالا مثلا 5 نفر دارن مصاحبه میشن دیگه. یا آپدیت بهتون بدم بچا برنج جزغاله شدن. ادامه میدیم. خواهی بکن. مگو که مرا گذاری بر خدا سپاری. به خاطر این میتونیم بگیم که خب کشور پیشرفته ای نیستش که من بخوام اطلاعاتی داشته باشم. برای همونه. یعنی الان شما نسبت به کشورهای پیشرفته دقیقاً اطلاعات داری؟ یعنی مثلا نسبت به آلمان که یک کشور جهان اوله، نسبت به امریکا، کانادا. همیشه میگن توی جمعی جایی حالا هر جا خودت تنها با یکی از دوستات یه سوالی ازت پرسیده میشه بلد نیستی حداقل گندگویی نکن. آره یعنی یه ادعای الکی هم نباید آدم برداره. آره بعد اصلا بحث نزدیکی و فرهنگ و زبان مشترک، علاقه‌ای که توی تاریخ همیشه بوده. آره. ایرانی که همیشه بودیم در کنار هم دیگه. حالا بعد آخه یه چیزی که حالا من توی طی این سالهایی که در چنل پریفان ملودی و پریفان هستیم و با مردم شریف افغانستان به هر حال زیاد صحبت میکنیم و زیاد ریاکشن میریم و اینها، خب متوجه شدیم که همین مردم تاجیکستان چقدر برادران ایرانی، برادران افغانستان میدونین مدام برادر خطاب میکنن، مدام خواهر خطاب. مثلا موزیسین هاشون رو میبینیم که سالها در کنار افغانستان خیلی ماها رو دوست دارن مردم تاجیکستان و مثلا خب تو ذوقت میخوره. آره که چرا یک کوچولو اطلاعات ندارن راجع به تاجیکستان. عجیبه کجا میاد؟
از یه جایی ریشه میگیره. بریم نازیه رو به آره چرا نه بلیتش گرونه، بلیت هواپیماشون گرونه، یعنی سفرش گرون میشه. حالا بلیت کنسرتش که مهم نی. اصلا ببین البته متوجه شدیم تو سفر اخیر رئیس جمهور ایران که رفتن بود. اونجا، بله با در واقع مراوده‌ای که داشتن قرار شد یه ویزای کوچیک پزشکیان رایگانی باشه، یعنی شاید رایگان هم نیست ولی مثلا هزینه‌اش خیلی کمه. 2 هفته‌ای، 1 ماهه، خوبه همچین که چیزی. خیلی باحاله. جالب میتونه باشه. اونایی که دوست دارن مثلا برن کنسرت ها تو نوروز تاجیکستان خیلی حال میده. که میخونه که مهم نی، همین که آدم اونجا تو شور و حال اونجا آدمایی که اونجا باشن، حالا هر کی هم اون وسط بخونه اصلا مهم نیست که همین یعنی که اصلا فضای تاجیکا رو دوست داری؟ فضای با صفای دیگه. به تو فکر کن شماله یه 10 درجه هم خنک‌تر، هم خنک هم شرجی نیست، خیلی خوب جاییه. حسش فقط باید. که چیزش مثلا ویزا میخواد. آره. خب همون چون هم ارتباط خاصی نداریم با هم هیچ مرز مشترکی نیست و واقعا ما در مورد خیلی از همسایه خودمون هیچ ارتباط خاصی نداریم، جز مثلا همسایه‌ای که مثلا عراق و اینا، چون اونم زمینه‌های مذهبی داریم باهاشون. مثلا در مورد پاکستان، افغانستان حتی که همسایه‌مون اطلاعات نداریم، که برسه تاجیکستان که هیچی نیست. بلیتش هم گرونه 8 مرز منظورش 8 تومن فقط یه طرفشه. حالا اون طرفش دیگه این زمانی که دلار تازه 50-60 هزار تومان بوده تو ایران، تعجب الان که کردم. 90,000 تومان رو رد کرده فکر می‌کنم بلیت 15 تا 20 میلیون حداقل باشه دیگه. یه طرف 8 تومن. مسکو هم 8 تومنه. خب مسکو بهتره یا تاجیکستان؟ البته شاید هم اون بهتر باشه ولی 8 تومن خیلی گرونه. اگه میشد مثلا با اتوبوس چه میدونم 600-700 تومن میدادیم یا 3 روز تو راه بودیم میرفتیم خوب بود. اینا هم ما پیدا کنیم. فکر می‌کنم خیلی برخورد فرهنگی نداشتیم باهاشون. داشتیم ها، یعنی طی این چند سال اخیر، حالا نمیدونم شاید به خاطر مشکل از ایران بوده، روی کرده سیاسی دو کشوره، نمیدونم دقیقاً علتش چی میتونه باشه، ولی مراوداتمون خیلی با تاجیکا زیاد نیست فکر می‌کنم. گفتم مشکل از ایران، منظورم از ایرانیان نبوده، مشکل از نظم و سیاستیه که پاورجا بوده، نتونسته این نزدیکی رو بیشتر کنه. شاید امروز روزش باشه که الان قرار باشه اتفاقات جالب تری بیفته. برای مرز زمینیش هم چیز راحت نیست، هوایی هم که گرونه دیگه. حداقل 3000 کیلومتر 3000 کیلومتر هم راه نیست که شما اگه راه باشه بری. الان مثلا تاجیکستان این همه کنسرت میزنن، چرا میزنن تو دبی که یه عربن؟ چرا میزنن توی ترکیه؟ ان شاءالله تهران هم میان، چون ترکیه راش وازه. یه سری سوار میشی شما ترکیه، مهرش رو گذاشته روی گوشکوب، اینجوری تو پاسپورت با گوشکوب میزنه. انقدر تون میرن حوصلش سر میره، مثلا یارو اینجوری دستش در میره، مثلا انگشتش گذاشته رو گوشکوب بعد مهر میزنه. بلدن چجوری توریست رو جذب کنن، ولی فرهنگ توریسم رو جا انداختن. ترکیه واقعا یکی از موفق ترین مثال های منطقه است. آفرین. آره دیگه. یعنی حتی از دبی هم توی لحاظهای پیشی گرفته، چون مقصد ارزان قیمت تری هم است. یه بار تو کاری نداره، به اندازه بلیت هند گرون میشه. چه قشنگ که زیر کار. خیلی ممنون، لذت بردیم. خیلی باحال بود دوستان. نگاه خیلی باحال بود. چه ویدیوهای خوبی ساخته شده خیلی بود. تمیز بود، خیلی آره. تمیز بود. یک گزارش شهری بسیار متفاوت دیدیم بچه‌ها. بالاخره تونستم استاپش کنم. امیدوارم تا اینجا با ما همراه بوده باشید و واقعا کیف کرده باشید. ما که حسابی لذت بردیم در کنارتون. امیدوارم یه دونه گزارش همین تیپی هم در دوشنبه بتونیم داشته باشیم و لینکش رو برای ما بفرستید که ببینیم نظرات مردم عزیز اهل تاجیکستان چیست، چیا میدونن، چیا نمیدونن. ولی فکر کنم اطلاعات ادبی فرهنگیشون خیلی بالا باشه نسبت به ایران. آره. بسیار بالاست، از مطالعه هایی که میکنن، از سروده هایی که به هر حال توی آهنگاشون تبلیغات میشه روی مسائل فرهنگی و ادبی و تاریخی توی تاجیکستان. خوشبختانه کار میشه. بله. اگه اجازه میدید ما بریم ته قابلمه رو بسابیم. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. به زودی برمیگردیم خدمت. خدافظ.